سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که در پخش مستقیم تقدیم شما می شود. امروز 13 اکتبر است و با جمع همکارانم این موضوع را به بررسی گرفته ایم. تخریب مسجد در دهه اربابی شهر وحدت سبب بنیاد عبادتگاه نو است یا به صف ارتش نفرستادن جوانان ده؟ یک وقت چپانه میکنن به حالت اول بعد کمک تغییر شده چپانه میکنن. از ساحه بانکداری تا مهاجرت، امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین در بیشکک دورنمای همکاری ها را مطرح کردند. و درباره زرگری جوان دختر توجیکی میگوییم که از این پیشه انتخاب کردهش امید زیاد دارد. قلم را به دستم میگیرم و تمام یک محصولات نو ایجاد می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سودیر جبورов همتای قرغیزی او مسئله دردناک تعیین و علامتگذاری مرزی دو کشور را بررسی کردند. ملاقات روز 13 اکتبر در شهر بیشکک در حوشیه نشست سران کشورهای همسود صورت گرفت. تاکنون تقریبا 300 کیلومتر مرزی تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و ساکنان دو طرف برای زمین و آب و چراگاه خونریزی کردند. امام علی رحمان امروز همچنین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در بیشکک گفتگو داشت. پرزیدنت روسیه از همکاری ها با تاجیکستان ستایش کرده است و امام علی رحمان گفته است روسیه مثل همیشه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان باقی میماند. در دهه اربابی شهر وحدت یک مسجد را ویران کردند و به گفته بعضی از ساکنان دهه سببش این بود است که از اینجا به صف ارتش تاجیکستان به قدر کافی سرباز نفرستادند. مقامات میگویند این ادعا درست نیست و آن را هنگام سازان پهن کردند. همکاران ما امیری سوی و اسکندر فیروز به دهه اربابی رفتند تا از نزدیک با واقعیت آشنا شوند. مسجد نیمه‌ویرانه دهه اربابی شهر وحدت، عبادتگاهی که مردم محله آن را با نام مسجد حاجی بهرالدین میشناسند. چند کاربر با ارسال ویدیوها به رادیو آزادی گفتند که ویران کردن مسجد روز 12 اکتبر آغاز یافت. سببش به گفته آنها به صف ارتش نرفتن جوانان دهه بوده است. مردم دهه نخواستند بگویند که چرا مسجد را ویران کردند، چون به قول یکی از آنها به درد سر گرفتار میشوند. ساکن دیگری دهه گفت مسجد بازسازی می شود. یک وقت چپانه میکنن به حالت اول بعد کمک تغییر شده چپانه میکنن. مقامات رسمی ادعاها درباره ویران کردن مسجد به سبب نرفتن جوانان دهه اربابی به ارتش را رد میکنند. ما در نقشه داریم که حالت بینای مسجد را بینابر گرفته در یک جایی با شعبه معماری و شهرسازی شهر وحدت لایحه قسمت بینای مسجد رو ترتیب دهیم و طبق طلبات امروزه آن را از نو بنیاد نماییم. ویران کردن مسجدها در تاجیکستان و یا به مؤسسه های دیگر تبدیل دادن آنها در گذشته بسیار مشاهده شده است. مقامات سالهای اخیر همچنین با طلب به ارتش فرستادن فرزندان در مسجدها را برای مردم اعتقادمند بستند. سال 2017 تقریباً 2000 مسجد را به سبب نداشتن سندهای ضروری بستند. با نظرداشت این همه سازمانهای حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق دینی مردم پیوسته تنقید می‌کنند و از آن خواستند به این حق قانونی مردم احترام بگذارد. برنامه را ادامه می‌دیم. ارتش اسرائیل به بیش از 1 میلیون نفر از اهالی شمال نوار غزه امر دادند که در 24 ساعت آینده به جنوب این منطقه کوچ بندند. انتظار می‌رود که نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی را در غزه آغاز کنند. از این رو به مردم شمال غزه گفتند که برای امنیت و محافظت خود از اینجا بیرون شوند. سازمان ملل متحد از اسرائیل خواست از این امر دست بکشد، زیرا اجرای آن از طرف فلسطینیان امکان ناپذیر است و عاقبت‌های فلاکتبار بشری خواهد داشت. جنگجویان گروه تندردی حماس که آخر هفته گذشته با حمله به اسرائیل 1300 نفر را کشت، کمش 150 تن دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. در حمله‌های انتقامجویانه اسرائیل به غزه به گفته مقامات فلسطینی تاکنون 1400 نفر کشته شدند.
عملیات نظامی آذربایجان در قره‌باغ کوهی در روز 19 سپتامبر بنا به گزارش‌ها صدها کشته بر جای گذاشته، ده‌ها هزار نفر را بی‌جا کرده است. جنگ در اینجا یک پسر دیگری آیبنیز و شیراسلان حسنوف را از آنها گرفت. این جفت سال 2020 در جنگ قره‌باغ کوهی نیز پسر خردیشان را از دست دادند. پدر سربازان کشته شده خواهان صلح است. مادر آنها میگوید هیچ جنگ نباید والدین را از فرزندانشان محروم نمایند. این پدر و مادر آذری در جنگ قره‌باغ کوهی فرزند دومشان را از دست دادند. شیراسلان حسنوف با همسرش آیبنیز به زیارت گور پسرانشان آمدند، به زیارت شامیل و فامیل. آنها هنگام خدمت در ارتش آذربایجان کشته شدند و حالا پهلوی همدیگر آرمیدند. خداوند به هیچ پدر و مادر مرگ فرزند را نصیب نکند. من این درد را تجربه کردم. هنوز از سوزش مرگ فامیل به خود نآمدم که حالا باز شامیل را گم کردم، دو بچه‌ام را. زن و شوهر گل‌های را بالای گور پسرانشان می‌گذارند که در حولی پروریدند. مادر با علم از پسرانش سوال میکند که چرا نه پدر و مادر بلکه وطن و پرچم را انتخاب کردند. من بعد از مرگ پسر خردیم 3 سال اخیر به خاطر پسر کلونیم زندگی میکردم. وی صاحب 2 فرزند است. میگفتم خدا را شکر که شامیل دارم. فامیل اویله‌دار نبود. این 3 سال خودم را به همین فکر تسلی میدادم. از آخرهای سال 1980 تا کنون آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی 2 بار جنگیدند. در جنگ سخت سال 2020 7000 نفر از جمله فامیل جان باخت. آذربایجان در عملیات نظامی که در روز 19 سپتامبر امسال آغاز کرد، نظارت قره‌باغ کوهی را به دست گرفت. نیروهای ارمنی پس از مبارزه‌های طولانی تسلیم شدند. ده‌ها هزار نفر منطقه را ترک کردند. صدها کسی دیگر در جنگ کشته شدند. در جنگ سخت سال 2020 7000 نفر از جمله فامیل جان باخت. شامیل در یکی از حمله ها به هلاکت رسید. پسرم شامیل رو هم کشتند. جنگ یک روزه پسری مرا گرفت. نباید جنگ شود. دل من برای پدر و مادرانی که بچه هایشان را تلف دادند می سوزد. هیچ جنگ نباید فرزند را از والدین بگیرد. این بسیار و بسیار سخت است. از شامیل 2 فرزند به یادگار مانده است. حالا درباره نبیره هایم می اندیشم. آنها برای من فامیل و شامیل هستند. خدا نگهبانشان باشد تا این درد را به سر مادرشان نرساند. بگذار صلح باشد، جنگ را نبینند و خوشبختانه زندگی کنند. آیبنیز و شیراسلان حالا برای پرستاری نبیره هایشان کمک می رسانند. برمیگردیم به تاجیکستان. با آنکه حالا در تاجیکستان صف مردان زرگر کم نیست، در این اواخر توجه دختران نیز به این پیشه زیاد شده است. درباره یکی از آنها نقل میکنیم که دلبستگی به این هنر او را به کارگاه زرگری آورده است. مصاحب همکارم نگاره فضل‌الدین میگوید جواهراتی که او میسازد محصول تخیلاتی او است که نخست در روی کاغذ نقاشی میشود. نادیره عطا محمدова با یکی از نخستین بانوان زرگر در تاجیکستان آشنا شوید. زرگری هنر است که عمدتاً مردان انجام می‌دهند. این جوان دختر محصول دست خود را اساساً از مس و نقره تهیه می‌کند. نادیره با سبک آمیخته قدیمی تاجیکی و اروپایی جواهرات خود را درست می‌کند. محصول دستیم از چاله و گوشوارگر، دمبند، آویزه و دستپانه عبارت است. همه چی را خودم طراحی میکنم. آرایشاتم را با سبک عتیقه تاجیکی و اروپایی آماده میکنم. قلم را به دستم میگیرم و تمام یک محصولات نو ایجاد میشود. در خانواده که این دختر به وایه رسیده است، کسی زرگر نیست. به خاطر هنر انتخاب کردهش نادیره از بحر تحصیل در دانشگاه گذشته است. میگوید میخواهد خود را به پرگی به این هنر بخشد تا که همچون یک زن تواند خواهش و درخواست دیگر زنها را خوبتر و بهتر درک و اجرا کند.
من خودم آرایشات را دوست می‌دارم. می‌خواهم چیزی داشته باشم که دیگران نداشته باشند. وقتی سری طرح کار میکنم همیشه تصور میکنم که محصول من پیش از همه باید به خودی من همچون یک زن پسند آید. همین گونه توانستم درک کنم که دیگر زنها چی میخواهند. دلمурод Шарипов устоди Нодира тасдиқ мекунад ки ҳоло таваҷҷӯҳи занону духтарон ба ҳунари заргарӣ рӯ ба афзоиш аст. Нодира ягона шогирди ман нест. ғайр аз Нодира бо дар инҷа духтаро бисёранд. охирон вақто ҳунари заргарӣ духтаро бисёртар ба худшон ҷалб карданд. В будущем мне бы хотелось орзу дорам дар оянда як устохонаи худро кушоям ва дастпарвари зиёд аз ҳисоби духтаронро омода кунам. хотели тоже обучаться этому. Нодира ҳоло аз маҳсули дасташ фоида ба даст намеорад. мегӯяд боре дар бораи даромад фикр накардааст, вале аз ояндаи ҳунараш умеди зиёд дорад. баъди ба қудрат расидани гурӯҳи толибон дар афғонистон дар 2 соли пеш ҳазорон шаҳрванди он кишвар ба тоҷикистон омаданд. бархе ба давлатҳои севум рафтанд, дигарон мунтазири иҷозати сафар истоданд. хабарнигорони франс пресс бо кору зиндагии паноҳҷӯёни афғонистонӣ дар тоҷикистон ошно шуданд. шаҳри ваҳдат канори пойтахти тоҷикистон. садҳо афғонистонӣ дар ин ҷо паноҳгоҳ ёфтанд, вале бо орзуи рафтан ба кишвари севум. аз як сӯ ёфтани кору маоши муносиб дар тоҷикистон мушкил аст, аз сӯи дигар озодии баён маҳдуд аст ва ибрози норозигӣ аз шароити зист мушкилтар. баъзе аз афғонистониҳо дар пойтахти тоҷикистону атрофи он барои худ ҷойи кор дуруст карданд. иддаи ошхонаву тарабхона доранд ва бархе ҳам дӯкон. аз ҳисоби он рӯзии худ ва фарзандонро меёбанд. бо вуҷуди мушкилоти иқтисодӣ дар тоҷикистон барои бисёре аз духтарони паноҳҷӯи афғонистонӣ имкон фароҳам шудааст ки варзиш кунанд, коре ки дар дохили афғонистон аз сӯи гурӯҳи толибон манъ шуда. бисёре аз хонаводаҳо мунтазир ҳастанд то созмони милали муттаҳид ва идораҳои дигари байналмилалӣ онҳоро ба кишварҳои дигар фиристанд. دیگه ما معطل موندیم که اگر ملل متحد آوازه بود که میکشه که پول بتن، اما مهاجر هستن، اما وضعشان خراب است، بیچاره است. جاوید شریف 5 فرزند دارد. دخترش تمکینه شریف به نقاشی میل دارد و میخواهد نقاشی بخواند، اما معلوم نیست که سرنوشت آنها را به کجا خواهد برد. بیبی هوا زکی 25 ساله که در افغانستان از زبان انگلیسی درس میداد، بعد از تهدید طالبان به اینجا کوچید. طالبان فامیل ما را، امرای برادرم، خانم برادرم، بس فامیل ما را تهدید میکردند. در اینجا فرزندان پناهجویان فوتبال بازی میکنند. مرتضی نبیزاده مربی آنهاست. بچه‌ای هستند که نمیتونند دخترها درس بخوانند، ادامه بدن درس خود و یا ورزش کنند، کار کنند. ما خواستیم که همین مرز بین بچه‌ها و دخترها از بین ببریم و بتونیم که یک کماند خوبی، یک تیم خوبی برای دخترها بسازیم. سارا حکیمی پناهجوی دیگر افغانستانی میگوید که در 2 سال گذشته رنج و عذاب زیادی دیدند. وقتی که ما مهاجر شدیم پول نداشتیم که باهای کودک‌ها گشنه بودن، روزگار بیزید بود. یگان همسایه تاجیک ما بسیار یاردم ما را کرد، خیر بینه توشک، کرپچه، مرپچه همه چیز دادن. یک منصبداری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که پناهجویان افغانستانی در کشور آزادانه زندگی میکنند. همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارند بغیر از بعضی حقوق گریزه های افغان در تاجیکستان دارند، یعنی آنها آزادند که به مکتب ها، به مؤسسه‌های طبی، به دیگر مؤسسه‌های حقوقی مراجعت کنند و آزادانه در جمهوری تاجیکستان زندگی کنند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در تاجیکستان تقریباً 10,000 پناهجوی افغانستانی هستند، ولی قسمی از آنها فقیر و دست نگرند. دوستان عزیز، برنامه امروزی ما پایان یافت. خدا نگهدارتان.